بی‌ادبانه واژه تنبیه به کار میبرن. یا ما میخوام تنبیه کنیم. شما عذر میخوام چی هستی؟ کی هستی؟ نشدنی است. آقا قطعنامه میدیم. خب قطعنامه بدید. چند تا دادید تا حالا؟ 4 تا. انقدر قطعنامه بدید که بشه 4000 تا. من با یه ضرب المثل ایرانی، یه تعبیر ایرانی این که شرایط عوض شده رو گفتم. آقای دکتر حداد من گفتن اینجوری نگو، یه جور دیگه بگو. من حالا دوتاشو میگم. یه مثالی داریم تو ایرانی ها، میگه بابا اون ممه رو لولو برد. آقای حداد بالاخره ایشون معلمن، استاد زبان فارسی، به من گفتن که بگو آن سبو بشکست و آن پیمانه. گفتم اون که اصلا عددی نیست، گنده تر از اون هم عددی نیستند. سال گذشته هم که می‌خواستیم بیایم نیویورک اعلام کردیم که آماده هستیم با آقای اوباما بشینیم گفتگو کنیم. الانم من میگم ما قرار انشالله آخر شهریور بیایم برای نشست مجمع عمومی. آماده هستیم بشینیم با آقای اوباما رو در رو، مرد و مردونه، البته آزاد و در برابر رسانه ها، مسائل جهان رو بذاریم رو میز، ببینیم راه حل چه کسی بهتر است. ما فکر میکنیم این روش بهتر است. ما فکر میکنیم روش. بذارید این جمله رو هم بگم دیگه. اون ته چیزی که اونها رو میسوزونه چیه؟ بالاخره یکم خودمونی ایرانی با هم صحبت کنیم. اب نداره، اجازه هستش؟ باز یه ضرب المثل ایرانی یا یک تعبیر ایرانی داریم، میگن بابا جون میخوام همونو بگم. گفتش که بابا جون آبو بریز همونجا که میسوزه، چرا آبو جای دیگه میریزی؟ چرا میسوزن؟ برای اینکه میبینند روح جمعی تمدنساز و فرهنگ آفرین ایرانی بیدار شده است.